سلام به همه شما که دارین این ویدیو رو میبینید. من علیرضا، پزشکم، ریسرچ کار میکنم. خیلی علاقه به کامپیوتر، هوش مصنوعی، ابزارهای هوش مصنوعی اینجور چیزا دارم. الان حدود یه سال و نیمه یه چند تا جلسه مثلا کارگاه دارم برگزار کردم توی دانشگاه راجع به این ابزارها، کاربردشون تو پزشکی، تو ریسرچ توضیح دادم. یه سری جا استقبال کردن، خوششون اومده. منم واقعیتش کم کم به این فکر افتادم که یه سری ویدیوها ضبط کنم، یه سری چیزها رو توضیح بدم، یه فضایی بتونم ایجاد بکنم. در واقع من این ایده AI کلاب رو از همون یه سال و نیم پیش داشتم که یه حالت کامیونیتی باشه. حالا مثلا بعضی ویدیوها بیا همچین حالت آموزشی داشته باشه، بعضی ویدیوها بیایم راجع به اخبار صحبت کنیم، بعضی از ویدیو بیایم راجع به مقالات صحبت کنیم، چیزای مختلف دیگه. فکر کنم که حالا این شروعش باشه دیگه. خیلی نمیخوام مقدمه بگم، خوشم نمیاد اینجور چیزا. و خیلی میخوام یه حالت خودمونی باشه. مثلا من اسلاید و اینا اصلا درست نمیکنم برای این ویدیو، چون اسلاید اصلا یه حالت رسمی داره، مثلا حال نمیکنم باشه. همین خب اسکرین هم هستش، خیلی چیزا رو میریم با هم سرچ میکنیم، پرامپت ها رو با هم میبینیم و اینجور داستان. من برم رو حالت اصلی خودم. حتی این جلسه هم که میخوایم با هم صحبت بکنیم، من اینور با چت جی پی تی چیز کردم، گرفتم محتویاتش که چیا باید صحبت بکنیم و راجع به چی حرف بزنیم که خیلی بیراهه نریم، خیلی هم ویدیوم قرار طولانی نشه. حالا تا تعریف از طولانی چی باشه. اولش گفته بود که خودمون رو معرفی کنیم و اینا که معرفی کردیم. توی این ویدیو هم قراره که راجع به خود محیط چت جی پی تی صحبت بکنیم، اینکه چه قابلیت‌ها، چه ویژگی‌هایی داره. یه خورده ابتدایی مقدماتیه، ولی خب اولش لازمه همچین چیزی رو بگیم دیگه. یه سری ویدیوهای دیگه می‌خواستم اول درست کنم، بعد دیدم که نه، این واقعا لازمه، چون یه سری چیزا همه نمی‌دونن. حتی یه سری چیزا من خودم نمی‌دونم، یعنی هر دفعه که میام اینا رو میگم بیشترش برای خودمه دیگه، خودم یاد میگیرم. هر دفعه هم میام چک میکنم، یعنی شاید باور نشه تا الان مثلا 5 دفعه 6 دفعه شاید مثلا من این چیزا رو گفته باشم. هر دفعه که میام چک میکنم خودم میبینم یه سری چیزای جدید هست که نمیدونستم و یه سری چیزام عوض میشه.